دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، کارشناسان و دانشمندان و دیگر نمایندگان نهادهای این سازمان با نفوذ جهانی و متخصصان ساحه بعد اشتراک در همایش مخصوص سطح بلند تحت عنوان تحکیم همکاری جهت رسیدن به رشد استوار در شرایط تهدید و خطرهای معاصر از موضع زیبامنظر کل سرز که در آن ذخیره‌های بزرگ آب تازه آشامیدنی موجود است دیدن کردند. در اینجا پیشنهاد و تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به استفاده مشترک ذخیره‌های آب مصفای کل سرز برای کشورهای منطقه معرفی کرده شد. قابل ذکر است که برای تامین قسم زیادی اهالی دولت‌های منطقه با آب آشامیدنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نموده بودند که از کل سرز آب تازه آشامیدنی به احتیاجمندان دولت‌های پایان‌آب انتقال داده شود. عملی گردیدن این پیشنهاد می تواند شدت نارسایی آب نوشاکی را برای میلیون ها نفر ساکنان دولت‌های پایان‌آب از بین برد. این کلی در تمام دنیا مشهور که در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان در بلندی 3261 متر از سطح بحر جایگیر است. سال 2011 100 ساله شده 17 کیلومتر مکعب آب آشامیدنی دارد. هنگام دیدن کردن از طبیعت ناتکرار کل سرز، شناسایی از امکانات وسیع ذخیره‌های آب و تاریخ پیدایش آن، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش جمهوری تاجیکستان را منطقه زیباترین جهان معنیداد کرده. از جمله تاکید نمود که جمهوری تاجیکستان با کوه‌های سربافلاک، قله‌های برفپوش، آب‌های شیرین و مصفا و طبیعت دلفریبش دل هر بیننده را تسخیر می‌کند. شما مردم خوشبختید که چنین کشور زیبا و طبیعت ناتکرار دارید، ابراز داشت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش. امروز ضمن بازدید از کل سرز از این منطقه کوههای پامیر ما باید دو سبب آموزیم. اول پیش از همه ما مشاهده می نماییم که پیریخ‌ها آب شده ایستادند و بنابراین نهایت مهم است که تمام جامعه بین المللی برای اندیشیدن تدبیرهای تأثیرگذار و گام و تلاش‌های مؤثر در راستای پیشگیری ظهورات و تأثیر تغییریابی اقلیم جلب کرده شود و اقدام‌های ضروری برای تطبیق سازشنامه پاریس به تغییریابی اقلیم بر عملی گردند. سلسله چاره‌ها اندیشیده شوند تا که ما توانیم آینده سیاره خود و انسانیت را از گردابی خف و پدیده‌های خطرزای نتیجه‌های تغییریابی اقلیم رهایی بخشیم. از دیگر جهت هنگامی که ما به این کل نادر نظر می‌افکنیم، ما مقدم از همه نعمت گرانبهای طبیعت آب را می‌بینیم. کل سرز مثال خوبی آن می باشد که چگونه ما باید ذخیره‌های آبی را نگاه داریم و حفظ نماییم. ما باید آب را به طرز ثمرناک به شیوه استوار مورد استفاده و استعمال خود قرار بدهیم، زیرا این نعمت طبیعت آب برای استحصال نیروی برق ثروتی مهم محسوب می شود. از این لحاظ ما باید آن را در سراسر جهان به طور ثمرناک حفظ نماییم، عاقلانه استفاده بریم و با ارزش دانیم تا که این ثروت بی‌بهای طبیعی به نفع مردم کره زمین خدمت نماید. جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل آب در عرصه بین المللی پیشنهادهای مفید نموده پیش‌صفی خود را در این جاده ثابت کرد که آن را جامعه جهانی مورد دستگیری قرار داده شایسته تحسین و قدر می‌داند. جمهوری تاجیکستان عاید به استفاده ثمرناک، عاقلانه و استوار ذخیره‌های آبی همچون نمونه است. خیلی مهم است که جامعه بین المللی از این شیوه و اصول استفاده سبق بیاموزند، به آن پیرو و پشتیبان باشد. این جبهه نهایت مهم بوده ما را وادار می سازد که برای باز هم بهتر نمودن مدیریت ذخیره‌های آب کوشش‌های مشترک به خرج دهیم. خود دلیل آن که جمهوری تاجیکستان تشبث 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را منظور نمود، شهادت از آن می دهد تا چه اندازه راهبریت عالی کشور پرزیدنت محترم تاجیکستان و موضوع جهانی آب اهمیت خاص ظاهر می نماید. در این ردیف برای تشویق و تطبیق این ابتکار خیلی مهم است که در اتفاق تدبیرهای مؤثر مورد عمل و بهره برداری قرار داده شوند.
ما به این خاطر موظفیم تا تمام کارهای ضروری را انجام بدهیم. ضمن سفرهای خود من قیاس می‌آورم. مثلا زادگاهی من پرتغال برای بنیاد سربندها مبلغ‌های هنگفت میلیون‌ها مبلغ صرف نمود، اما خداوند به کشوری دلپسند شما سربندهای طبیعی عطا کرده است که این شهادتی حکمت است که شما مردمی نظر کرده می باشید. اهالی این کشور بر ضمن آن که ساکن و صاحب این دیار زیبا منظر و بهشت آسا است، اینچنین مردمی مهمان نواز نیز می باشد. من به پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان برای تنظیم این سفر خاطرمان و ناتکرارم اظهار سپاس صمیمی می نمایم، زیرا تدارکات زیاد برای این سفر انجام داده شدند. ما خود را در احاطه دوستان نه تنها مهمان نواز و پذیرا بلکه مردمی زحمتکش و با همت دریافتیم که این نعمتی بی‌بها و گنج طبیعت را برای تمام بشریت حفظ نموده است. من به دوستم، راهبریت عالی کشور و تمام آنانی که برای سفر ما زحمت‌های زیاد کشیدند منتداری به پایان خود را اظهار می‌نمایم. سپس دبیر کل سازمان ملل متحد و هیئت همراه به موضع پتکنوی ناحیه درواز تشریف آورده از نمایش هنرهای ملی به مانند آهنگری، طبق‌تراشی و کلاهگری دیده نمودند. در اینجا به دبیر کل سازمان ملل متحد رسمی در قالین عکاسی شده او که با آرایشات ملی زینت بخشیده شده بود همچون خاطره از تاجیکستان تقدیم گردید. همچنین در این موضع فعالیت ضد مخدراتی جمهوری تاجیکستان معرفی کرده شد. تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان در سمت پیشگیری از خطر و تهدیدهای جهان معاصر از جمله پیشگیری از پنه‌شوی مواد مخدر فعالیت پرثمر داشته. برای مبارزه مشترک جهتی از بین بردن چنین خطرها کشورهای منطقه و جهان را به همکاری دعوت می‌نماید. خاطررسان می‌شویم که این نخستین سفر دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش به جمهوری تاجیکستان بوده از نقش و موقع سزاوار کشور ما با تشبس‌های مهم و سریع‌وقتی سطح جهانی در سازمان ملل متحد شهادت می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد با تشبس‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب بهای بلند داده. تشبس نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در مورد اعلان 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 اقدام مهم و بشردوستانه معنی داد نمود.